بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیز برادرها، من اینجا الهام جان برادر ما دختر فرزندشونه امروز ولی نروزش الله سبحانه و تعالی این دست اهل ولیشان و خودشان و فرزندشان و خودشان خلطکیم و الله سبحانه و تعالی بالا عمر دراز و رزق فراوان می‌طلبیم. من اینجا من شما را جلب کرده دستورخوان احسان دستورخوانش و مقصد که فرزندای حقشون دعاتیان فرزندا آیله خوری کنن. پیغمبرم صلی الله علیه و سلم مبارک سنتشون رو موافق النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی، نکاح این من سنتم به عمل کرده امتان با الله تعالی اجر تیتل. پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیثشون گفتموندگی نکاح میاناتون به جوری کنیتون فرزند ناز تربیه کرده پسر فرزند به وایه و رسید می حدها امکانیت باشد نکاح کرده مالیتون. نکاح میاناتون به ترغیب کنیتون دختر فرزنده نقص تربیه کرده وقت و ساعتش آمد می حدها نکاح کرده تیتان. گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم مبارک حدیثشون است که نکاح به احتیاج شدن نکاح جدا هم تبرک فرزندا و دخترها به نقص تربیه دادن و حرکت کنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم جدا هم نور حدیثاشون است. من هر یک حدیثا به عمل کردن و حرکت کنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم مبارک حدیثشون است که من خدم خدمه. شما هم چه خدمت کنیدان هم خدمت می‌بینید. ما هم حیات دنیا بیشه کسی می از دوی فرزندم زور شیش از براش خود آدم از زور شیش از براش اولا خودمای اصلاح کردگی مادر تو خودمو قدر مادرمو احترام کنیم. خودمو پدر مادر خدمتشون کرده دعاشون گیریم. پدر مادر خدمتش کرده دعاش گفتگی فرزند الله سبحانه و تعالی این دنیا آخرتش به نغزگی میتید. یک پدر فرزند و فکی بچیم حیات دنیا بگشتیمی هر یک قرمته اویله کزیر کن با ترشو نخوری با خطا نکنی. گفتم با فرزند و که پدر شما احتیاجی من چو احتیاجم چون شما هر یک قدم زیرده گشتیتون و معبوشتون زیرده رفتیم. از برای ما هم خودمای اولاد اصلاح کنیم. خودمای خلق و آدابمای جنام شروع کنیم. ایمان اعتقاد و ثابت چیم. فرزندامای ایمان اعتقاد و تربیه کردن و حرکت کنیم. فرزندا تربیه کردن و پیشش خاندار توی کردن گل نجاب نکاح بمیریم. فرزندا کلمشان نمیدانند. لا اله الا الله محمد رسول الله گیدگر این دو فتیمی این چی که خودشون اختلافشون حیران شده ایمونه. فرزند کلام کیسیم 18 سال 20 سال یشه کیس است. ما هم مسلمان هر مسلمان فرزندش به ایمان کلمش یاد کرد. تبرک شدن تازه شدن از براش طهارت کردن مکمل یاد کرد. اولا خودمون نقض یاد گیریم. خودمون نقض یاد گفته فرزند عمرم یاد دیم. طهارت چی میشود؟ طهارت درنش به چند فرضش میشود؟ غسل چی میشود؟ بعد از خانه دار شدن یک حبوس کردن و غسل بازه شدن و دعاش چی میشود؟ باید درنش به چند واجبش است.
چند سنتش است همین اول خودمون نماز یاد گیریم فرزندان بایم چه یاد گیریم بعد از خانه شدن همه وقت پاکیزه شده گشتن در کار نظافت من ایمان تازگی این از ایمان است تازگی از ایمان است کمال طهارت کرده کشب رمضان بعد از خانه شدن هر زمرد تازه شده اصول کرده ایستادن همین صبح سر اعتقاد شدن در کار طهارت خیل کردن در کار پیشه فرزندانمو دویلشون جدا هم دویلشون نمیدونم از برمین همین صبح سر اعتقاد داشتیم کی فرزندش باید بر اساس اسمی پیشش تویده ایستادن یک علمدار پیشش برده خودش نداند پیش یک علمدار برده غسل چی طهارت چی کلمات چی یک عبادت چی خیلی میشد جنازه وقت نشکم چی رو میخونم فرزند و همیشه از سیاد بودم و حرکت کنیم از برادرها اگه جمعان هر احتمالیتی نرس کردی ایلهام جان طلب جان فرزنداشون و یک دعاهای نرس کردن مقصد جان دیگمون روزه قدرت یک دعا مکنیم سانو چی انشاءالله مخواه یک دعا کنیم آمین الله سبحانه و تعالی إلهي قدر الموضوعنا إلهم قدر الموضوعنا قدر الموضوعنا الله رحمة المغفرة شايست جنة إلهي روشون شوشوا موندي أهل أوليشون أهل روشون إيش سبوا يجودان شد وقيسم الله سبحانه وتعالى وأمر دراز رزق خاوية خاصة روشون الله أخذ صوتية شيخ روشون الدنيا روشون إن شاء الله خدش خير وبركة وكذا اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.